معمولا تا بحث به تصادفات خودرو میرسه، انگشت اتهام به سرعت به سمت خودروسازها میره. اما تا حالا فکر کردید پلیس چه نقشی این وسط داره؟ یکی از مهمترین وظایف پلیس راهنمایی رانندگی بررسی کیفیت خودروهای پلاک شده در ایرانه. در 2 ماه اول سال 1402 تنها ایران خودرو 59,000 خودرو تولید کرده که هزینه پلاک کردن اونا تنها 132 میلیارد میشه و این بجز مالیات 3%. اما این درآمدها آیا هزینه مراقبت از جان انسان‌ها میشه؟ تست‌های حرفه‌ای خودروها باید استانداردهای پلیس رو دارا باشند، اما این مجوزها یک بار گرفته میشه، اون هم عمدتاً در کشورهای شرق اروپا، و در سری‌های بعدی کیفیت شاسی و ورقه‌ها کم میشه. در مورد رانندگان پرخطر هم راهنمایی رانندگی مجهز به تست‌های الکل‌سنج نیست که میتواند اتوبان‌ها و خیابان‌ها را پرخطرتر کند. اینها در حالی است که پلیس دائما از کیفیت پایین خودروها شکایت داره، اون هم در کشوری که 47% وسایل نقلیه، یعنی در حدود 17 میلیون وسیله اسقاطی وجود داره. امن برانید و با ما باشید.